با درود به همه دوستان و همراهان عزیز من. امروز یه پروژه خیلی خوب داریم که لیست هم شده و خیلی راحت به خاطر کریسمس اومده و این ایردراپ رو راه انداخته. همونطوری که میبینید الان قیمت سولانا تو کوین مارکت کپ حدوداً $217 که اگر شما بیاید به تومن تبدیلش بکنید چیز در 17 میلیون تومن میشه. این الان ما تو این چیزی که امروز میخوایم آموزشش رو بذاریم، شما این ارز رو به دست میاری که الان لیست شده هم هست که همونطوری که میبینید لیست شده و تو کوین مارکت کپ داره خرید و فروش میشه. حالا یه مقدار ارزهای دیجیتال بالا پایین کردنشون یه چیز طبیعی هست. خب بریم سر وقت ایردراپ امروز و کارش رو با هم شروع بکنیم. لینک ثبت نامش رو تو کامنت اول برای شما پین میکنم، میتونید بردارید. همین اول کار ما یه موضوعی رو بگیم. ببینید دوستان، با گندی که بعد ایردراپ های بزرگ زدن نمیشه به قطعیت گفتش که یه ایردراپی خوبه بده. ما فقط بر اساس مستنداتی که در میاریم و پیگیری میکنیم، میبینیم پشتش کیه، چجوریه، چجوری نیست، تصمیم میگیریم که ایردراپی رو معرفی. و حالا این پروژه قوی هست و لیست شده هم هست، برای همین میتونه پروژه خوبی باشه و افراد بزرگی پشتشن. خب با لینکی که گذاشتیم توی کامنت اول شما کار ثبت نامتون رو انجام میدید، ورود میکنید، همچین صفحه میاد، روی پلی میزنید. دوستان برای اینکه از کانال حمایت بکنید حتما لایک بکنید، کامنت هم برای من بذارید که کانال ما تو معرض دید دوستان بیشتری قرار بگیره و رشد بهتری داشته باشه. خب این که اومد الان ما پرداختی نمیخوایم توش داشته باشیم، این رو زبدر میزنیم. تو همین اول که بیاید پایین نگاه 1 ساعت و 46 دقیقه دیگه رو ماینینگش تموم میشه و دوباره رو ماین، اینجا دکمه ماین برای شما فعال میشه، روش میزنید که دوباره شروع بکنه ماین کردن. شما هم به صورت پیش‌فرض 700 مگاهش بر ثانیه بهتون قدرت میده که کار ماین رو انجام بده. شما همونطوری که میبینید تو این قسمت همون ارز سولانا رو داره بهتون میده. حالا بهتون میگم چطوری. و توی این قسمت هم توکن خاص خود همین رو داره به ما میده که تا الان 2000 تا به من داده. بریم توضیحاتش رو بدیم. از قسمت ولت شروع بکنیم. اولین گزینه رو ولت میزنید، این رو ما زبدر میزنیم، نمیخوایم خریدی رو توش انجام. نگاه این 13 روز دیگه بیشتر فرصت نیست از این زمانی که من الان دارم ویدیو رو آپلود میکنم. اینجا اومده درصدایی رو که ما داشتیم رو به ما نشون میده. روی کانکت ولت باید بزنید، البته ولت فانتوم رو باید بهش بدید، روش میزنید، ساب میکنیم ولت رو باز بکنه. حالا احتمالا شاید باگ داره که کار وصل کردنش رو انجام نداد، اما حالا اگر این باگش برطرف شد حتما من تو کانال تلگرام بهتون اطلاع رسانی میکنم. پس کانال تلگرامی ما رو هم حتما دنبال بکنید که اخبار اطلاعات رو من اونجا میذارم. رو قسمت اینوایت بیاید شما میتونید دوستانتون رو دعوت بکنید یا به صورت مستقیم رو اینوایت فرند بزنید یا لینکتون رو کپی بکنید و در اختیارشون بذارید. تو قسمت هوم که بیایم همین قسمت ماین ما رو به ما میده که همونطوری که میبینید تو این قسمت دیلی بونوس و اینوایت فرند هم همینجا دم دست گذاشته. این قسمت یه چیز داره چشمک میزنه میسیون نوشته روی این. اگر بیاید یه سری تسکایی هست که 2 تا گزینه داره. الان این قسمت رو ببینید، مثلا اینجا زده اینقدر بهت سولانا میدم، اینقدرم توکن خودش رو میده و اینقدرم سرعت شما رو بالا میبره اگر این کار رو انجام بدید. برای انجام دادنش یه چیز جالبی روی این که شما میزنید نمیخواد کارش رو انجام بدید، این رو میزنید، زمانی که داره باز میشه برمیگردید عقب و میزنید که به همین راحتی به ما داد.
همینطور میتونید بیایید تمام تسکاش رو انجام بدید و درآمد این قسمت رو بگیرید. بابت رفرال داره که اینجا میگه یه دوست رو بیاری انقدر، 3 تا رو بیاری انقدر و همینطور اومده بهتون میگه که اگر شما مثلا 100 تا رفیق رو بتونی بیاری زیر مجموع بیاری 3 تا سولونا بهتون میده که هر سولونا هم گفتیم حدودا $217. روی دیلی بزنید. نگاه الان رو دومین روز من بزنم به من 2000 تاش رو داد. خب اما اگر رو سومی بزنم که 4مین روز میشه نگاه ارور میده، یا رو سومی ارور میده، چون میگه هر روز یک بار شما میتونی بیایی و این کار رو انجام بدی. اینا رو انجام بدی درآمدتون رو توش بالاتر بیار. لیمیتت هم که اینجا داره، همونطوری که میبینید این درآمد خیلی خوبی میده به ما. فقط هم نگاه میزنید روش، گفتم نمیخواد کار خاصی بکنید، داره باز میشه برگردید، کلایمش برای شما میاد و همینطوری هم که میبینید ما گرفتیم. رو قسمت مور اگر بزنید اینجا میاد آیدی ما رو به ما میگه، زبون رو میگه که میتونید تغییر بدید. الان روش بزنم نه قابل تغییر نیست، زبان داره. اینوایت فرند رو نمیدونم با پشتیبانیش میتونید صحبت بکنید یا FAQی که داره توضیحاتش رو میتونید اونجا بخونید. خیلی خوب دیگه این چیز خاصی نداره و فقط 13 روز زمان دارید شما. پس استارت کار رو زودتر بزنید. کانال ما رو هم حتما حمایت بکنید. اخبار اطلاعات جدیدی هم راجع به این شد من برای شما تو کانال تلگرام حتما اطلاع رسانی میکنم. دیگه چیز خاصی نداره. امیدوارم همتون موفق باشید.